السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاذه این وقتی اومده دجال به مثال انیق های یا نه که مثال کدوم وقت مثال بر اومد کدوم چطور گویم کدوم وقت شنیق نه این صحبت؟ نه وقتش همون آخر زمان است. بعد از اومدن مهدی می آید. هنوز مهدی نرفته دجال می آید. هنوز مهدی نرفته دجال می آید که اومدن مهدی و دجال و عیسی اینها همش نشانه های بزرگ قیامت که پی در پی دیگر می آیند، خیلی در نزدیکی قیامت. در سلام استاذه، وقتی که همه چیز در دست الله هستن باران بریزن اینو همه یعنی میگن که باید کیلوها میبرایندن اینو همش، پس چرا دجال این کارها رو میکنه؟ من گفتم که الله برای دجال همین اجازت رو میدهد برای امتحان مردم. برای امتحان مردم الله همین اجازت رو برای دجال میدهد که مردم در ایمانش که ثابت می ایستد و که نه. برای همین دجال رو فتنه میگوین، یعنی یک امتحان بزرگ بالای مردم که بعضی همین ببخشید صفت هایی که حتی خاص پروردگار است در دجال دیده می شود که مردم برای همین تو خدای گویان از عقبش می دوند. این یک امتحان است. ولی آدمانی که نماز قدر نماز میخونن روزه میگیرن این قدر وی هستن برای جنت قدر کوشش میکنن، وقتی به همون دجال باور کردن دیگر دوزخی میشن. اوره دیگر، یعنی با کی فایده دارد نمازی تو وقتی که تو به چشمت میبینی یک نفر رو و میگوی تو خدای من هستی، در حالی که صفت های الله این است که در دجال یگان توش نیست. یعنی از گفتیم که یک جوان است، قد پست است، حتی یک چشمش نیست، چگونه او رو میتوانی خدا گویی؟ الله تشکر. الله نگهبانتون باشد. درخت گفتن بسیارتر در اسرائیل بسیار شناندن همین درختایی که همین یهودا بجا میشن، همین درختها یهودا نمیفروشن. بازی با گفتید که از دجال از طرف اصفهان میبرد، این از کجا برآمدنش همین چیز از اصفهان برآمدنش حدیث صحیح هست خواهرم، حدیث صحیح است. من حدیث رو خوندم، لیکن اون میرود، گفتیم که همه جا رو میگیرد، رفته همه جا رو میگیرد بجز مکه و مدینه که در خود همون بیت المقدس یا گفتیم نزدیکی فلسطین کشته میشود. این ویش هم هستن تو درخت. آره درختی هست که آنها رو پنهان میکنند هست.